دوامی سالهای آخر با عملی گردانیدن کارهای زیاد آبادانی و سازندگی و پیشروی‌های بزرگ اقتصادی سیمای شهر دوشنبه کلاً دیگرگون گردیده، همانا بهر استراحت و فراغت و کار و فعالیت ساکنان عملی شوی لایحه‌های معاصر خصوصیت اجتماعی داشته با سرعت ادامه دارند. این عامل اگر از یک جهت با بلند برداشتن معرفت حقوقی و شهرنشینی و زیبایی پرستی ساکنان تأثیر مثبت رسانیده باشد، از جهت دیگر به سطح جنایتکاری میان ساکنان شهر دوشنبه نیز به تأثیر نمانده پیش راه افزایش جنایتکاری را گرفته است. زیرا دوام نیم ساله اول سال جاری در حدود شهر دوشنبه 1975 عدد جنایت به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10.3% کاهش یافته است. علاوه بر این در این دوره در حدود پایتخت جنایت‌های وزنین به اندازه 26.5%، جنایتکاری نابالغان 20.75% و جنایتکاری میان جوانان به اندازه 6.53% کاهش یافته است. متاسفانه نوابسته از این پیشروی‌های مذکور عامل‌های پیدا گردیدند که از جانب گروه‌های غرضناک با مقصد کاسته گردانیدن معرفت جوانان روانه کرده شده است. چنان ضمن آموزش وضع و مشاهده‌های اپراتیوی در حدود شهر دوشنبه معین نمود وقت‌های آخر بعضی از گروه‌های غرضناک متشکل نشجلاب با مقصد کاسته گردانیدن آداب و اخلاق جوانان، گرفتار نمودن شهروندان به استعمال و استفاده واسطه‌های نشدار و با این راه به دست آوردن مبلغ و درآمد مفت، حب‌های سخت تأثیر اکستازی و پسیخوتراپی را اساساً از خارج کشور وارد مملکت مخصوصاً شهر دوشنبه نموده با هر راه و واسطه اساساً در مکان‌های جمع‌شوی جوانان، طربخانه‌ها، مرکزهای دلخوشی و دیگر جایها پهن می‌کنند. علاوه بر این وضع استعمال و گرفتار شوی جوانان به بیماری های نشمنده که در دایره برگزاری عملیات های اپراتیوی سنجشی در حدود محله گپرزم ناحیه سینا معین کرده شد، نگرانی های مقامات میلیتس شهر دوشنبه را به میان آورد. چنانچه در نتیجه یک عملیات اپراتیوی پروفیلاکتیکی در محله گپرزم زیاده از 20 نفر جوانانی که به استعمال واسطه های نشدار مشغول بودند بازداشت و نسبتشان تا 15 شبانه روزی حبس مأموری تطبیق کرده شد. ضمناً با آنها کارهای پروفیلاکتیکی فهماندهی جهت ترغیب طرز حیاتی سالم براه مانده شد. بنابراین بهر پیشگیری نمودن از پهنشوی این وبای عصر و بازداشت معین نمودن پهن کنندگان این مواد زهرآگین از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مجموعی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی تهیه و دوام یک هفته عملی کرده شده. ضمناً میلیتس شهر دوشنبه به نتیجه‌های نظررس نائل گردید. در نتیجه فعالیت غیر قانونی یک شبکه ترانس ملی نشجلاب که به انتقال حب‌های اکستازی و متامفتامین از خارج به حدود جمهوری تاجیکستان توسط خط سیرهای هوایی، راه‌های بین المللی با استفاده از نقلیات بارکشان بین دولتی مشغول بودند، تحت کارکرد اپراتیوی کارمندان میلیتس شهر دوشنبه قرار داده شد. نهایت معین کرده شد که این گروه نشجلاب ترانس ملی از خارج کشور با راه جایگیر نمودن حب‌های سخت تأثیر اکستازی و دیگر نمودی واسطه های نشدار در داخل هر گونه مخفیگاه با واسطه باگاج مسافران آن را به حدود جمهوری تاجیکستان انتقال می دادند. چنانچه در دایره این عملیات نخست یک نفر مسافر بعدی به حدود پایتخت مملکت توسط فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه رسیدن که از روی اخبارات اپراتیوی وارد گردیده راهبران شبکه نشجلاب ترانس ملی توسط او به حدود کشور حب‌های سخت تأثیر پسیخوتراپی
انتقال دادند زیر کارکرد اپراتیوی قرار داده شد. در ادامه کارمندان میلیتسیای شهر دوشنبه نقشه قبلا تحریزی شده نشه جلابان را نظارت نموده بعدی به موضع معین شده برده رسانیدن پیغام از جانب راننده تاکسی و با خود بردن ابیکت نظارت شونده از جانب شخص سیوم ادامه حرکت او تحت نظارت اپراتیوی قرار داده شد. سپس بعد رسیدن پیغام به نقطه آخرین پهن کنندگان اساسی حب‌های سینتتیکی در داخل منزل استقامتیشان دستگیر گردیدند. ضمنی از نظرگذرانی ابیکت نظارت شونده معین کرده شد که آن محرک هوا سرد کنکی автомашина بوده. قاچاقچیان مواد مخدر به طور ماهرانه در داخل آن حب‌های سینتتیکی و پسیخوتراپی را جایگیر نمودند که در مجموع از داخلش 760 عدد تابلت‌های اکستازی دریافت و مصادره کرده شد. در نتیجه ضمن پیشبردی چاره‌بینی‌های تفتیشاتی معین گردید که دستگیر شدگان سفروف عبدالله اسماعیلویچ سنه تولدش 1 ایون سال 1995 و ابوبکر عبدالمؤمن سنه تولدش 9 آگوست سال 1992 هر دو استقامت کنندگان شهر دوشنبه کوچه فردوسی بوده این مقدار تابلت‌ها را از شمسوف محمد نام شهروند تاجیکستان که در یک از کشورهای خارجی قرار دارد با مقصدی در آینده پهن نمودند در حدود شهر دوشنبه دسترس نمودند. تابلت‌ها در کار میشه. برادر فیروز زنگ میزنه میگه ما خیلی در کاره او مرا قطعی محمد نمره محمد امیتا محمد مرا زنگ میزنه میگه که هم خیلی هم چی کنسنه روان کردگیم همراه میره میگیری. بعد من با تاکسی زنگ داد تاکسی روان کردم که رفتم با کنسنه رو گرفته با حرکت شاسه بودم و از سبب که من خودم رفتم نمیتونستم با برادرم سنگک زنگ دادم گفتم که همون کنسنه رو رفته گیر که در داخلش تابلت‌ها است. در ادامه عملیات که دوام هفته برگزار گردید عیناً با چنین طرز بعدی با توسط فرودگاه وارد دوشنبه گردیدنی یک نفر مسافر دیگر با 2 عدد دستگاه آبگرم کنک مسیر حرکت پردمت نظارت شونده تحت مشاهده و چاره‌بینی‌های اپراتیوی میلیتسیای شهر دوشنبه قرار داده شد. سپس در کوچه نعمت قرابویف نزد مرکزی سودای سعودیان هنگامی به صاحبیت خود قبول نمودن واسطه‌های نشدار گمانبر شوندگان نوبتی دستگیر کرده شده. ضمن کوفتکو از داخل تجهیزات آبگرم کنک برقی در حجم کلان 1230 عدد حب‌های اکستازی سخت تأثیر دریافت و مصادره کرده شد. در نتیجه معین کرده شد که نفر شهروند جلال فروخ سفرعلیویچ سنه تولدش 2 ایون سال 1990 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قرابویف بوده. مواد مذکور را با او غلاموف ویسیدین نام راهبری شبکه ترانسمیلی قاچاق مواد مخدر که او هم در خارج قرار دارد انتقال داده است. اما چاره‌بینی‌های تفتیشاتی اثبات نمود که دستگیر شده جلال فروخ نیز در این شبکه وظیفه قبول کننده و در حدود پایتخت با راه فروش پهن کننده حب‌های اکستازی را بر دوش داشته است. ما این دکبر سال 2020 با وایس شناسایی پیدا کردم و من فهمیدم که آنها با طریق مسافران در هر گونه اشیاء موادهای تابلتکا و کریستال روان میکردم. من وایس زنگ میزدم میگفتم که من تابلتکا در کاره او میگفت که از ما زنگ میزنم همون آدمای خیلی من میپرتویم و در سوات روان میکنم برای همون جای صورت روان کردگی دسترس که مقصد بگیشم. نرخ تابلتکای سینتتیکی در تاجیکستان در شهر دوشنبه 5 دونش با مبلغ $100 آمریکایی است و به سببی که آنها با من شناس بودن و من دونش 100 سوال. در ادامه کارکردهای اپراتیوی و تفتیشاتی از روی نشانداد جلال و فروخ منزل استقامتی نام برده واقع در کوچه بستان سرای شهر دوشنبه از نظر گذرانیده شده. ضمن کوفتکو واسطه‌های نشدار قبلا قبول نمودهش
یافته گرفته شد که نوعی متامفتامین بوده 345 گرم را تشکیل می دهد. ضمن پرسش معین گردید که این واسطه های نشدار را نیز راهبری شبکه ترانس ملی غلاموف ویسیدین به طور مخصوص در داخل 2 جفت پای افزال ورزشی جایگیر و توسط باگاج مسافران فرودگاه به شهر دوشنبه ارسال نموده است. در این 2 حالتی که 1990 عدد حب‌های سخت تاثیر اکستازی و پسیخوتراپی و 345 گرم واسطه نشدار نوعی متامفتامین مصادره کرده شده است، بازداشت شدگان هر یک عدد حب‌ها را 100 سومانی و هر یک گرم متامفتامین را با نرخ 500 سومانی قبول نموده می بایست هر یک عدد حب‌ها را 200-250 سومانی و هر یک گرم متامفتامین را با مبلغ 800 تا 1000 سومانی به فروش می‌گذاشتند. ما در وارد آمدم و با من یک روز زنگ زد از ایرپورت رفتم یک سلفن چی پایافزار گرفتم در 2 پایافزار کریستال بود 400 گرم کریستال و اونها رو من در خونه پنهان کردم و از درون اونها 50 گرمش رو گرفتم در هر یک تای درک من پارتفتم و صورتشون رو روان کردم گرمش 800 سوم گرمش 400 سوم مقصد به همین استعمال همین چیزی که مشغول بودم و همون میدم.
موردی ذکر است که در نتیجه عملیات چورابینی‌های یک هفته‌ای ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه که با مقصد معین نمایی سرچشمه و پهن کنندگان واسطه‌های نشدار در حدود پایتخت روانه کرده شد، 4 حالت معین در مجموع 1990 عدد حب‌های سخت تأثیر پسیخوتراپی و سینتتیکی و 525 گرم متامفتامین مصادره کرده شده است. یعنی مقدار واسطه‌های نشدار مصادره شده طبق نشانداد بازداشت شده ها در بازار سیاه زیاده از 1,024,000 سامانی ارزش داشته با پیشگیری از پنه‌شوی آن تا اندازه پیش راه نشمندی ساکنان گرفته شد. باید گفت که در نتیجه سلسله عملیات‌های یک هفته‌ای نسبت 11 نفر شخصانی دستگیر شده نشه جلاب و پهن کنندگان واسطه‌های نشدار طبق طلبات ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده، کارکردهای اپراتیوی جستجویی وابسته با آشکار و دستگیر کردن دیگر نفران نشه جلاب ادامه دارند.